تخکلا او رنگین یو مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست رڼاګانو مشال. روز گذشته نماینده سازمان ملل یا یونما در افغانستان و نماینده یونسکو و اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی آمده بودند که موضوعات مورد بحث ما شناخت کامل از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و رشته های مورد تدریس اداره تعلیمات تکنیکی و بحث کارمندان خانم این اداره بود. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی 383 مرکز، اینستیتوت و لیسه و اینا داره در سراسر افغانستان که در 250 ولسوالی فعالیت میکنه و 6850 نفر تشکیل داره که لله الحمد دستاوردهای خوبی هم داشته و دارد. در بخش کارمندان خانم در جوابشان گفته شد چنانچه که امارت اسلامی افغانستان بنابر لزوم دیدی که داره و یک حکمت و مصلحتی که در او سنجیده تا امر ثانی حضور کارمندان خانم در ادارات معطل شده، اما معاششان ها کما فی السابق پرداخت میشه و گفته شد که بعضا پیشنهادهای حتی به امیرالمومنین حفظه الله تعالی شده بود که کارمندان خانم، کسایی که به وظایفشان حاضر نمیشه فلذا معاش میگیره، خوب است که منفک بشه. اما امیرالمومنین حفظه الله تعالی در جوابشان گفته بود که اینها که به جای خود اگر توانایی می داشتم و مالی می توانستم حتی برای یک خانم، هر خانم افغانستان معاش مقرر می کردم تا اینکه زندگی با عزت و مستقلانه می داشت.